نه برای چی کار میکنید؟ معاش نمیرسه چیکار؟ معاش نمیرسد. خانه را ارزان کنم. خانه بسیار شده قیمت ندارم هیچی، کم بودیم بازبین خیلی هیچی ای زندگی خانه خیلی سکسی و خود را میتونیم زور نمیرسه. با فکرتون در همین حالت دولت چیکار کند؟ یاردم کند یا کی چی؟ یاردم کند بون است. یاردم نمیکند. خود با یارا نگاه کرده کم بغل هیچ که نگاه نمیکند. برای خصوصا ما خریدن خانه دشواره. برای اینکه گرچنده که کار می‌داریم شرایطی کارکنی هست لیکن مبلغ نیست که ما خانه خریم. نمیشه خیلی شرایط وجود نداره. در این حالت مقامات باید چیکار کنند؟ خیلی کاری مقامات نمیدونن خانه ارزان شدن. خانه ارزان شدن کردیتیان بهتر از کردیتیان. برای ما آسان میشه. آخه یک جای نمیه کار میکنه 1000 سومولیک میگیره یک جای دیگه خونه میخره. در کدام حالت میشد خانه خریدن؟ خیلی اک نمیدونم بسیاری کار کنن اویله ده همه کسا سرجم اگر جمع کنن ممکن همون حالت ده خانه خریدن ممکن نیده. کار میکنیم لیکن زور ما به خریدن خانه نمیرسیم. همین فایزی پستر قطعی اگر شود دادن کردیت برای خانه گرفتن ممکن امکانیت باشد. این مخصوص با معاش؟ نه معاش پست است. سنده چیزی پیسه میگیره معاش نداره. با فکر شما برای همین آدمایی که امکانی خانه خریدن نیست چی دولت چیکار کند باید؟ اکنون باشه اردم کند. من 7 فرزند دارم. من ندارم میکن.